وطندارای ویدیوی بیادر کورک ما را ببینین، باز بریم سر کامنتای جالب و خنده‌دار. بیدار شو بیدار شو بیدار شو بیدار شو، چرا تو هنوز خواب هستی؟ نمیبینی آفتاب طلوع کرده؟ مردم زمیریخ رسیدن ولی تو هنوزم در یک گوشه خانه کسل و بیحال خواب هستی. چرا هنوز خواب هستی؟ چرا بیدار نمیشی؟ در این گل صبح چقدر سرحال هستم و میتونم با انرژی صحبت بکنم؟ نمیدونی؟ میخوای که تو هم همه طور با انرژی شوی؟ چون تنها دلیلی که من همیشه سرحال هستم یک چیز است: شیر خشک های میلکی. بیا که یک دی بتم جات شیر خانده. مردم یادتان باش از این شیر به اطفالتان نتین نشه نشن. سرت بسیار فشار آوردی به خاطر یک شیر خشک. مردم در مریخ رسیدن. حال ما بریم شیر خشک بخوریم. صبح نیست و مردم دیگر است. خب بیچاره به همسن و سالهای خود گفته طفل است. تعریف شیر خشک بر اطفال بود، اما رسائل داریم فکر کردیم که انگیزه میده.